دسته مخصوص ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلون روز 13 اپریل از بلندی بیش از 2000 متر از یک کوه اطراف دهه زرتیق جماعت وحدت شهر لیوکن جسد باز یک جوانزن 23 ساله را پیدا کرده توسط یک پیراهه تنگ 6 کیلومتری پایین آوردند. در این هفته این علاقه دومین جسد است که از کوههای اطراف زرتیق پیدا می کنند. روز 12 اپریل نجات بخشان از بلندی 1500 متر جسد یک دختر 16 ساله ساکن جماعت افتخار نوحیه عبدالرحمن جامی را پیدا کرده پایین آورده بودند. معلوم می شود که جوانزن روز 13 اپریل یافته شده نیز از جماعت افتخار نوحیه جامی بوده است. سبب مرگ این جوانزن و اون دختر نابالغ معلوم نیست. روشن نیست که آنها در کوه بر اثر یگان تصادف یا گم کردن راه جان باختند، خودکشی کردند و یا کشته شدند. نجات بخشان هر دو جسد را به مقامات حفظ حقوق لیوکن سپاریدند و باید اکنون مقامات تفتیشاتی سر هلاکت این زن و دختر را آشکار کنند. به گفته ساکنان دختری که روز اول یافت شد خواننده صنف نو بوده هنوز 2 ماه پیش همراه یک جوانزن در کوه بیدرک شده بود.